وقت شما بخیر. سرخط خبرها. تأکید بر حضور زنان در نشست‌های بین المللی پیرامون افغانستان. گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار گفتگوی رو در روی زنان با مقام‌های کابل شد. در تمام گفتگوها که توسط جامعه بین الملل و نیازهای سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد، باید مسائل حقوق بشر و بانوان را در بر گیرد. برگزاری نشست شورای امنیت درباره افغانستان تا چند روز دیگر. رئیس یونما گزارش 3 ماهش از اوضاع افغانستان را در این نشست ارائه خواهد کرد. یک مکانیزم نساختن که او را عملی بسازد. این بارا اگر نشست میکنم و گزارش ارائه میکنم و تصمیم نمیگیره و تصمیم که جنبی عملی داشته باشم با همکاری جان، این نتیجه نشست هم نتیجه خاصی را نخواهد داشت. تعهد امارات